یک چیز گفتنی هستم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه یک مار خوابیده هست، یعنی فتنه به مانند یک مار خوابیده هست و هر کسی این فتنه را بیدار میکند لعنت خدا بر او باد. در مذاکرات بین سرحدی قرقیز تاجیک که گفت و شنیده ها شروع شده است، معاملات نیک شروع شده است، مخالفین دولت حکومت و سیاست تاجیکستان به مانند نهضت و دیگر گروه ها یک نوارهایی را میخواهند از هیچ یک چی ایجاد سازند که گویا به مانند همی که تاجیکستان را پاره کرده به همه تقسیم کرده. یک چیز در اندیشه گرفته باشیم جوانان عزیز که ما تاجیکستان عزیز ما در یگون کس نمیتیم. اولش یک وجه و خاکش فقط نصیب شهروند تاجیکستان است. خودمان زندگی میکنیم، خودمان میسازیم، خودمان آباد میکنیم. این است ناموس تاجیکی همه ما و شما برادرای عزیز. برادرای عزیز، اولش که فتنه و فتنه‌گر هر دوش در زیر لعنت قرار دارند. لعنت کلمه هست که خداوند فقط برای ناامید شدگان و برای ناامید حرکت داشتگان و برای لعنت شدگان خودش چیکار میکنه؟ عنوان میده. و فتنه هم که مال شیطانی باشد، پس بعضیا از خدا و رسول وقتی گپ میزنین، وقتی مخالفین اعلان میکنین، وقتی اعتراض میکنین، هر چیزی ساخته و بافته میکنین، برادرای عزیز انصاف هم لازم است. انصاف باید داشته باشی. وقتی مسئله بین دولتی بین ملت میشود، برادر عزیز تو تاجیکی پیش از همه. در اگر کدام گوشه و دنیا کنار دنیا نباشی، خواه مخالفی، خواه اصل دولتی، خواه بدی دولتی، هر کسی هستی نیستی، تو را همچون تاجیک اعتراف میکنن. و تو باید ناموست همی باشه که یک وجه و خاک زمین تاجیکستان برای یگون کس دسترس نشود بجز مردم تاجیک، بجز شهروند تاجیک. ایچی نغمه بوده که امروزا دیگه هیچی نیوی، یک چیزایی را گیری فیلم کنی و ایجاد کنی و سازی و پیشکشی تمام دنیا کنی، خودت شرمنده خواهی کردن. ناموس ملی بلند باشه جوانی عزیز، برادری عزیز، خواهری عزیز، مادری عزیز، هر گوشه و کنار دنیا هستی، تو تاجیک هستی. این است یک خواهش ما، فقط همی که معنای مار خوابیده است فتنه همین را درست بفهمند. یعنی فتنه‌گر همی که از هر جا یک چی میکوبه، یک فتنه را میسازه تا مردم ناآرام سازه، تا مردم آرامش از بین بره. همین شخصیت و همین اموال، همین رفتار پیامبر چیکار کردن؟ گفتن خدا لعنت کرد.